صد سلام و صد درود خدمت شما عزیزان بزرگواران. این ویدیو رو گرفتم که نشونتون بدم پروژه به کجا رسیده. الان اینجا رو مثلا واسهتون بیارم که چه کارهایی کردم چه کارهایی نکردم. برای این مثال اینجا الان ما اگر نشون بده، خب ما اینجا کامراست، یعنی کامراهامون دوربینامون هستن که میبینید 3 تا دوربین داریم. اینجا هم خب تکست هامون هستن. اینجا اگر ببینید مثلا یه تکست شما نشونه بدم، مثلا یه تکستش این هست، یه تکست این هست، یه تکست این هست، تکست زیاد هست. و اینم خب پلنمون هست، اونجا که اتفاق میفته. اینم از این هست. الان خیلی چیز داریم. خب اینجا هم خب دیکالزمون هست. اینجا مثلا دیکالز پروژکت هست، اینجا هم دیکال پروژکت هست که هر کدوم مثلا یه کاری میکنه. مثلا من گفتم که اگر مثلا یه تیر یه چیزی خورد مثلا دال دیوار، مثلا چی کار بکنه، چه اتفاقی بیفته. اینجا اوورویو هست. الان من نشونتون بدم. اینجا خب مثلا اینجا شما بنر رو میبینید، اینجا دوباره اینو میبینید. خب اینا مثلا این یعنی زنجیر ما هست. اینجا قفسمون هست، اینم یکی دیگه هست. این یه باکسیه. خب من یه باکسی می‌خواستم طراحی کنم، اینجا بود. دوباره براتون بخوام بگم اینجا هم اینو میبینید. اینم مثلا یه بشکه مثلا شرابه. خب دوباره اینجا اینو میبینید. این یه شمشیره، اینم یه شمشیره، اینم البته سپره، عذرخواهی میکنم، اینم یه سپره. دوباره اینجا یه اسکلته. این حالا گفتم برای مثلا جذابیت. دوباره اینجا هم یه اسکلت اینجاست، میبینید. دوباره اینجا اینی که میبینید بچه‌ها این تیرمونه. و حالا اینا زیاد مثلا چیز خاصی نیستن و قرار بود مثلا تخت سنگ باشن. خب حالا جایش بد بود، شما بزرگوار خودتون ببخشید. اینم خب یه سر یه اسکلت اینجا میبینید. اینجا بچه یه خطایی رو میبینید. خب این تو خیلی از چیزا بود این خطا، من هنوز نتونستم رفعش کنم و نمیدونم چطور رفعش کنم. حالا ببینم میتونم این کارش بکنم یا نه. خب اینجا هم دوباره همون اسکلت ها رو میبینید. اینجا هم دوباره همون خطا رو میبینید. من بیارم جلوتر قشنگ خطا رو ببینید. فعلا که من نتونستم این اخطار رو من کارش کنم. حالا اینجا اگر که من بتونم اینو بچرخونم، یک لحظه ببینم من میتونم اینو بچرخونم واسه شما که شما بهتر بتونید اینو ببینید. خیلی چیز جالبی هست. این مجسمه هست که اگر ببینیدش هم جالب شده. البته یه مجسمه جناب دورفی هست که اینجا میبینین یه تبر دستش اینجا وایستاده. دوباره اینجا حالا اینا مثلا یه سری المانای اینجا گذاشتم ولی مثلا حالا زیبایی بیشتر، حالا خلاقیتی توشون ببخشید. اینجا حالا یه چیز مثلا از این آسیابای آبی هست. اینجا رو نگاه کن، این مثلا نردبونمون هست. این حالا مثلا یه سری تخته و چیزاست برای قشنگیه. این هم تخته هاست یا چیزای مثلا چیزی نیستن. این هم خواهی چند تا تخته است اینجاست. و دوباره هنوز اینجا هم داریم. اینجا رو میبینید. این هم دوباره المانی که مثلا با این مثلا چوب و سنگ و چیزا مثلا بلند قرار بکنن و بیارن پایین. و این هم خب زنجیرش هست و از این جریانات این هم هست. میبینید این هم دوباره یک وسیله که قرار مثلا اینجا نگاه کن. اینجا اگر که من بتونم اینجا ببینید بچه، اینجا میبینید اینجا هست مثلا دیگه وسیله چیزا. میبینید مثلا این اون یکی دیگه هم کنارشه. خب اینجا اگر این مثلا اینا چوبن داخلش، باشه اینا چوبن داخلش. حالا من اینا چوبن، اینم یه مثلا چیز چوبی است که مثلا چیز میذارن داخلش، حالا تکون میدن و از این جریانات.
و الان یکی یکی من سعی میکنم که نشونتون بدم